ویلي نن موږ په مهمه موضوعګانو باندې خبرې اترې لرو چې مرتبط ده د روژې میاشتې لپاره او موږ هم غواړو چې اوس له خپل مېلمه سره خبرې اترې ولرو او زموږ د نن موضوع هم ده چې په روژې میاشت کې د صدقه ورکول څومره ګټه لري او نورې خبرې هم شته چې له مېلمه سره به ولرو. سلام و صبحتان بخیر باشه، خسته نباشید. سلامت باشین، تشکر، صبح شما بخیر. ممنونتان. سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز تلویزیونتان. امیدوارم که جور و صحتمند باشین و حلول ماه مبارک رمضان از صمیم قلب برتان تبریک میگم. ممنون شما، خیلی خوشحال شدیم که امروز مهمان ما هستین. تشکر، سلامت باشین. و روزه را تا عیدم چگونه سپری کردین؟ الحمدلله که خیلی بهتر است. بسیار عالی. گرسنه و تشنه نشدین ان شاء الله؟ نه خیر نه. خدا را شکر. بعضیا چون در طول روز مصروف کاربار می باشن خیلی زود گرسنه میشن چون هوا نسبتا سردتر است، ولی خوب است که باز تشنه نمیشیم. اگر گرمی زیاد می بود، هوا گرم می بود، باز خیلی زود تشنه میشیم. گرسنگیش به هر صورت، ولی تشنگیش باز تحمل نداریم. سلامت باشین. خب خانم سجه، در نخست میخوایم که یک تعریف از شما داشته باشیم، یک معلومات از شما داشته باشیم در مورد خودتان برای ما بگوین. خب ما مدت 8 یا 9 سال میشه که در بخش دعوت کار میکنم. بسیار خوب، ماشاءالله. و الحمدلله فارغ التحصیل رشته شرایط از پانتونای شخصی کابل هستم که خوشبختانه و الحمدلله که خیلی توانستیم که نتیجه های مثبت در قسمت دعوت خود بگیرم. خواهرای در قسمت دین اسلام از لحاظ اجابشان، از لحاظ زندگی هایشان، تغییرات مثبت در زندگیشان توسط دعوت خود وارد بسازم و فعلا هم که مصروف تدریس کردن صنفای آنلاین در خارج از کشور هستم که مضمون دینی. بله، مضمون دینی. ماشاءالله. بله، از اون قسمه که مهمان عزیز ما خود معرفی کردن، سجه اخوانی دعوتگر هستن، امروز با ما هستن. خوشبختانه خیلی خوشحال هستیم. پس در نخست میخوایم که سوال ادامه بدیم. جایگاه صدقه در دین اسلام چیز و بین ماه مبارک رمضان که افراد صدقه میتن و ماه‌های دیگر چی فرقی وجود داره؟ خب آرزو جان، میتونیم بگیم که ما و شما 5 قسم جهاد داریم که اولش جهاد مالی، بله، تعلیمی، تبلیغی، سیاسی و نظامی می باشه. بسیار خوب. انفاق کردن و صدقه کردن خودش یک جهاد مالی به شمار می آید که هر شخص وقتی که در راه الله متعال صدقه و انفاق بکنه طبعا که حدود می داشته باشه و در ماه مبارک رمضان طبق حدیث مبارک بهترین صدقه در ماه مبارک رمضان است و همین قسم احادیث متعدد دیگه وجود داره. فرق بین ماه مبارک رمضان و ماه‌های دیگر در همین است که به دلیلی که نیازمندها و فقرای اسلام بیشتر ضرورت می داشته باشند در ماه مبارک رمضان از لحاظ خوراکشان در افطاری، سحری و یا که تهیه پوشاک فرزندایشان در روزهای عید، طبق حدیث مبارکی دیگه که از ابن عباس روایت است که می فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم زیادترین و کمک بیشتر را که میکرد در ماه مبارک رمضان بود و یکی از شخص سخاوتمندترین به حساب می آمد. پس به می دلیل است که هر عمل را که ما شما در ماه رمضان انجام میتیم 2 برابر پاداش زیادتر از ماهای دیگه داره. به همون دلیل است که در ماه مبارک رمضان صدقه بیشتر فضیلت از ماهای دیگه. سلامت باشین. خیلی عالی. در جامعه امروزی روش صدقه دادن چگونه هست و چگونه باید صدقه داده شود؟ در جامعه که زندگی میکنیم الحمدلله که همه میدانیم زمینه صدقه دادن به فامیل هایی که وضع اقتصادشان درست است، چی در خارج و چی در داخل از افغانستان قرار داره، اونا میتونن که از طریق آنلاین، از طریق حضوری و یا که حالا فرق نمیکنه که از طریق بنیاد خیریه باشه یا همچنان میتونن از طریق صندوق های زکات به شکل گروهی که 5 نفر 20 نفر با هم یک جای شده هر سالانه در ماه مبارک رمضان یک یا بیشتر از یک فامیل وقتی که در عهده خود بگیرن کمک بکنن و یا شخصی میتونن کمک بکنن، فرق نمیکنه. اما اگر تنگ دستی در پول خود نکنن پس میتونن که راهایی که اسلام برشان فراهم ساخته کمک های خود انجام بدن. بله، سلامت باشین. پس حالا صدقه دادن به چه افراد جایز است؟ آیا کسانی که در طبقه متوسط قرار دارند و یا کسانی که واقعا بی وضاحت هستند؟ خب خواهر گرامی، طبق آیت مبارکه الله متعال می فرمایم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علی. پس طبعا معلوم دار است که صدقه دادن به کسایی که مستحق است و فقیر است می باشه
اینا به اشخاصی که ضرورت ندارن و این محدود نیست. البته به اشخاصی که خارج از کشور زندگی میکنن و یا ای که در داخل وضع اقتصادشان درست نمی باشه، یعنی خودشان نیازمند است. فرق نمیکنه که ما به شکل مالی کمک بکنیم. راههای دیگه هم وجود داره در دین اسلام که میتونیم نیکی و یا ای که صدقات خود انجام بدیم. مثلا اینی که سخن نیک گفتن با برادر و خواهر مسلمان ما صدقه است. همچنان لبخند زدن به سویشان صدقه است. اگر بخواهیم که نیکی بکنیم میتونیم که از راههای دیگه مثلا امر بالمعروف و نهی از منکر داشته باشیم. در پهلوی از مشوره و کارهای نیکی که با یکدیگر به شکل دعوت بخواهیم که به دین اسلام به راه راست دعوت بکنیم، این هم میتونه صدقه باشه. و یا بر خود که امی که ترک بدی بکنیم از کار پروردگار، عبادت روزمره هم بزرگترین نیکی است. بله، سلامت باشین. خانواده هایی هستن که در ماه مبارک رمضان غذاها خیلی زیاد میپزن و باقی میمونه و دور میاندازن. اونا را دور نندازیم. ممکن که همسایه شما هم یک وعده غذایی خود هم نداشته باشه، پس میشه که یک بشقاب غذا را بفرستین برای همسایه‌تان و یک قسم دعا هم براتون میکنه و خیلی ثواب هم داره برای هر دو دنیای ما. میخوایم که در مورد خودتان بیشتر بدانیم. کیها شما را حمایت کردن تا اینکه به این جایگاه و مقام برسید؟ خب آرزو جان، طبعا که یک شخص وقتی که گام به تصمیم و پلان های نیک خود می داشته باشه به یک حمایتگر ضرورت می داشته باشه و ما الحمدلله خوشبختانه در پهلوی ازی که حمایت فامیل خود دارم، حمایت از دوستای خود، اقارب، شاگردای خود داشتیم که همیشه مشوق ما بوده و حمایتگر اصلی ما برادر بزرگم است که ما همیشه در هر جایی یاد کردیم که با لطف نصرت پروردگار برادر کلانم است که امروز اگر در جاهای کوچک قرار دارم از برکتون است. حمایت عاطفی کردن یا مالی؟ عاطفی کردن یا مالی؟ بسیار خوب. خدا را شکر که یک برادر مثل کوه در کنار شما هست و شما حمایت میکنه. سلامت باشین. خیلی خوشحال شدیم که امروز شما را با خود داشتیم و صحبت‌های خیلی شدیم. هر قدر که صحبت بکنیم باز هم کم است، ولی متاسفانه که تایم برنامه آهسته کمتر میشه و اساس میخوایم که پیامتون داشته باشیم برای تمام کسایی که امروز ما را میبینه. خب بعضا میگه که پیام خاص ندارم، اما پیام خاصم به جوانای اسلامی است که همیشه در قسمت ایمانتان شجاع، قوی و دلیر باشین و همچنان خود را یک رهبر احساس بکنین در دین اسلام و در هر قسمت زندگی که هستین احترام والدین داشته باشین، چون که دعای اونا میتونه که دنیای ما را تغییر بده. دقیقاً. سلامت باشین. جهان سپاس. تشکر از شما به برنامه‌تان دعوت کردید. جو استاده دست افتادگیر، شما هم میتونید که به دیگران کمک بکنید. حتی اگر یک نان خشک باشه میتونید که کمک بکنید و دعای دیگران را بگیرید. میریم به طرف یک وقفه کوتاه.